سلام، مجتبی صالحی هستم. امشب میخوایم کوکو سبزی درست کنیم. لطفا منو همراهی کنید با لایک و سابسکرایب. سبزی ها رو من از قبل ریز کردم. این ادویه است: نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و ادویه کاری، 2 دونه تخم مرغ و روغن. اگر شما درست میکنین کوکو سبزی ازم میپاشه. من بهتون یاد میدم قلقشو. با من همراه باشید که دیگه ازم پاش نخوره کوکو سبزیتون. اگه شما هم کوکو سبزی درست میکنین از هم باز میشه و پاش میخوره، من بهتون قلقش رو یاد میدم که چه کار کنین که دیگه پاش نخوره سبزی کوکو سبزیتون و از هم باز نشه. اولین کاری که میکنین سبزی ها رو میریزین داخل مایتابه تا کاملا آبش رو خشک کنین. اینجوری بهتر به هم میچسبه موقعی که سرخ میشه و دیگه از هم باز نمیشه. اگه شما هم کوکو سبزی درست میکنین باز میشه و از هم پاش میخوره، من بهتون یاد میدم که چه کار کنین که دیگه از هم پاش نخوره و قالبی در بیاد کوکو سبزیتون و کاملا سرخ بشه. اولی کاری که انجام میدین سبزی ها رو میریزین داخل مایتابه. روغن کم بریزین که فقط نچسبه کفش. حالا آب بیشترش رو خشک کنین، نه کاملا، آب بیشترش رو خشک کنین. لطفا منو همراهی کنین با لایک و سابسکرایب. سبزی رو هم میزنیم که آبش خوش بشه. همه سبزی ها آب داره یکم، ببینید این آبش باید خوش بشه. هم میزنیم به هم زدن ادامه میدیم تا آبش خوش بشه. آب سبزی ها که خوش شد، البته بیشتر آبش که خوش شد، سبزی ها رو خاموش میکنیم تا سرد بشه تا بتونیم تخم مرغ و ادویه رو بهش اضافه کنیم. چند دقیقه بهش استراحت میدیم تا سرد بشه سبزیمون. سبزی ها که یکم سرد شد اول ادویه رو بهش اضافه میکنیم. قشنگ هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. بعد 2 دونه تخم مرغ میشکنیم داخلش. و هم میزنیم. بعد روغن بهش اضافه میکنیم به مقدار لازم. قشنگ هم میزنیمش تا تخم مرغا
بین سبزی ها قشنگ بعد که هم خورد بین ظرف اینجوری پهنش میکنیم. گوشه‌هاشو میدونیم چرا که نسوزه موقع سرخ میشه سبزی. بعد میذاریم رو حرارت. بعد درش رو میذاریم تا پخته شه. این همه شام ساده و خوشمزه تقدیم نگاه های شما.